بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب درسی امروزی ما درسی هشتمی مصطلح الحدیث می باشد که در موردی 4 اقسام حدیث می باشد از جهتی السقط من الاسناد، از جهتی ساقط شدن یکی از راویان سند، از جهتی صحیفه التذکره فی علوم الحدیث ما به اینجا رسیده بودیم، منقطع تا مقطوع رسیدیم. البته در درس قبلی در درس هفتم ما حدیث را از جهت منتهی السند ذکر کرده بودیم که از جهت منتهی السند حدیث میتواند که مرفوع، موقوف و مقطوع باشد. اکنون ما از اینجا ادامه میدهیم، البته از اینجا والمنقطع وهو ما لم يتصل اسناده من ای وجه کان. منقطع آن حدیث را گفته می شود که اسنادش متصل نباشد، اسنادش لم يتصل متصل نباشد، من ای وجه کان، از هر وجهی که باشد، از هر جانبی که باشد. من این را نزدیکتر چنان که میدانید میفهمانم. والمرسل وهو قول التابعی وان لم يكن كبيرا قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. و مرسل آن حدیثی را گفته می شود که در سند آن تابعی بگوید، یعنی آن گفته تابعی هست گرچه بزرگ نباشد هم، یعنی که گرچندگی تابعی کبیر نباشد، تابعی بزرگ نباشد، در عصر فوراً بعد از عصر صحابه اگر تولد هم نشده باشد، چونکه بعد از عصر صحابه فوراً عصر بعدی که تولد می شوند و صحابه رضی الله عنهم را می بینند و از آنها تعلیم می گیرند، آنها را تابعین کبار گفته می شود، تابعین های بزرگ. و هر وقتی که تابعی می گوید فرق نمی کند که تابعی کبیر هست یا کبیر نیست، تابعی بزرگ هست یا نباشد. وقتی که تابعی می گوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت، فرمود، این حدیث را حدیث مرسل گفته می شود. و من انشاءالله این را نزدیکتر و روشن‌تر می فهمانم. و هشتم کدامش هست؟ و منه ما خفی ارساله، و از آن هست، یعنی از اقسام حدیث. از اقسام حدیث دیگر کدام قسم هست؟ آن حدیثی است که ارسالش مخفی باشد. من لفظاً به لفظاً در اینجا ترجمه کرده ایستادم، اما و از آن هست یعنی از اقسام حدیث دیگر آن حدیثی هست که ارسال آن پوشیده مانده است، پوشیده باشد. و در صحیفه بعدی، صحیفه 16 التذکره، دیگر چی میگوید؟ نهم والمعضل وهو ما سقط من اسناده اثنان فاکثر. معضل آن حدیثی است که از اسنادش 2 نفر یا بیشتر افتیدند. و بعدا میگوید و یسمى منقطعا ایضا، و آن را منقطع نیز مینامند. فكل معضل منقطع ولا عكس. پس هر معضل، هر حدیث معضل منقطع هست ولی برعکسش درست نیست. بعدا میگوید والمعلق وهو ما حذف من مبتدأ اسنادی واحد فاکثر. معلق آن است که از اول اسنادش 1 نفر یا بیشتر حذف شده است. تا اینجا انشاءالله درس امروزی ما تا اینجا می باشد، تا همین نوع دهم، چون که اینها به هم دیگر ربط دارند و ما می توانیم که اینها رو نزدیکتر نظر کنیم. پس من دوباره همین خریطه را برای شما پیش میکنم و برای شما یعنی میگویم که ما حدیث را اکنون از کدام جهت نظر کرده ایستادیم، نظر میکنیم. از این جهت، از جهت الحدیث باعتبار القبول و الرد، حدیث از جهت قبول و رد کردن حدیث. این البته ما حدیث را تو یک درجه از این، یعنی از این نگاه نظر کرده بودیم وقتی که ما حدیث صحیح، حسن، ضعیف رو نظر کردیم، اما ما انشاءالله ما تحت ضعیف داخل شده ایستادیم، یعنی که ما از جهت قبول و رد ما تحت رد هستیم یا حدیث مردود هستیم. و حدیث مردود چنان که من این خریطه رو هم برای شما پیش کرده بودم و ترجمهش در اینجا هم هست، از جهت رد شدن، وقتی که حدیث رد می شود و حدیث هایی که مردود هستند، رد شده هستند، اولا از 2 نوع، از 2 جهت می تواند که آنها رو یعنی می تواند آنها رو رد کرده شود. یکمش از جهت سبب طعن فی الراوی، طعن در راوی، یعنی که در خود راویان سند یکم کمبودی هست، یا می تواند که حدیث رد کرده شود از سبب سقط من الاسناد، از سبب سقط شدن، اسقاط شدن از سند حدیث. و از این 2 قسم بعد چندین اقسامی میده‌تر با وجود می آید. پس حالا ما این یعنی از این جهت در این طرف هستیم،
حدیث وقتی که رد می شود از سبب سقط شدن از اسناد، وقتی که یک راوی یا بیش از سند می افتند یا ذکر نمی شوند در سند، حدیث رد کرده می شود از سبب چی؟ از سبب البته که سقط شدن از اسناد. و این سقط می تواند که یا ظاهر باشد یا خفی. برای همین در اینجا بعد به دو نوع تقسیم می شود، السقط الظاهر و السقط الخفی. خب پس ما نظر میکنیم به این قسم. خب در این نوع هستیم، ما تحت این نوعی السقط الظاهر هستیم. المعلق والمعضل المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. این 4 نوع رو نظر میکنیم. من این 4 نوع رو برای شما در این درس انشاءالله پیش میکنم. اما مابین همین نوع ها، یعنی این مؤلف در مابین همین انواع الارسال الخفی رو هم ذکر کرده است. یعنی که اول منقطع و مرسل رو ذکر کرده است و بعدا پیش از اون که این دو معضل و معلق رو ذکر کنند، در مابین همین 4 نوع الارسال الخفی رو آورده است. خب اما من این 8م رو برای شما در درس امروز نمیفهمونم، چون که این رو باید بعد از این 4 نوع فهمانده شود. خب برای چی این 4 نوع به هم دیگر ربط دارن و اینها ما تحت از سقط ظاهر داخل می شوند. اما ارسال خفی که هست یا المرسل الخفی، این رو گفته میشه، اینش 8مش، این با تدلیس و با معنعن و معنعن ما تحت سقط خفی داخل می شوند. خب و این خریطه ها رو هم PDF اینها رو من برای شما در همون کانال دارالعلوم بخارا روان کردم، ما تحت هشتگ مصطلح الحدیث. از همونجا یا بدو انشالله چاپ کنید به خود. خب پس این رو من الکی برای شما پیش کردم. پس نظر میکنیم السقط من الاسناد، وقتی که از سند یک راوی یا بیش سقط می شود، می افتد یا ذکر نمی شود، یعنی که بین شاگرد و استاد چی هست؟ یکم خیلی ملاقات یا رابطه نیست، چون که بین این شاگرد و این استاد باید یک شاگرد دیگر باشد یا باید یک استاد دیگر باشد که نام او ذکر نشده است. پس حالا من برای شما پیش کرده بودم که میتواند که سقط ظاهری باشد یا خفی، ظاهرا یا خفیاً میتواند باشد. اگر سقط یعنی عیاناً در خود سند معلوم باشد، ظاهر باشد، به این طوری که نام یگم راوی نباشد و ما بدانیم که این راوی که پیش از این راوی هست و این راوی مثلا ما بدانیم که این شاگرد نمیتواند که از این شیخ شنیده باشد، چون که این شیخ پیش از آن که او به دنیا بیاید الکی وفات کرده بود. این گونه ما یعنی چی کرده میتوانیم فهمیده میتوانیم که این شاگرد نمیتواند که از این شخص شنیده باشد، چون که این الکی این بعد از وفات این شیخ به وجود آمده بود، تولد شده بود. پس این گونه یعنی از جهت ظاهری اسناد ما قید کرده میتوانیم که در اینجا سقط شده است. اما یعنی طریقه این خیلی دور و دراز هست، این رو الکی اجتهاد و تحقیق گفته می شود که خیلی این مرحله بالا و دور هست، الان برای شما نیست و الکی این کارو کرده و بود شدن. مثلا وقتی که برای استخراج کردن حکم، وقتی که امامان مذهب ششتن و خواستن که احکام رو استخراج کنن، یکی از منبعهای شریعت کدام هست؟ البته که احادیث. پس الکی آنها این کارها را بود کردهند تا اینکه حدیث درست رو مقبول رو از حدیث نادرست جدا کنند، تا اینکه از حدیث‌های درست و صحیح و البته مقبول، حسن و غیره احکام فقهی رو استخراج کنند. این کار الکی بود شده است. هدف ما فقط فهمیدن همین تحقیقات هست، نه اینکه ما تحقیقات پیش بریم. این تحقیقات رو الکی ائمه و امام‌های مذهب پیش بردند و محدثین پیش بردند. خب پس از جهت ظاهر معلق، منقطع، مرسل، معضل، این 4 قسم انشاءالله در درس امروز شما می‌آموزید. اما از جهت خفی بودن این به 2 قسم تقسیم میشد، یا میتواند که مرسل باشد یا مدلس. شاید اهمیت بدهید که در این خریطه این معنعن و معنعن را هم شامل کردند، اما این ضروری نیست. عموما زیادی کتاب‌های مصطلح فقط المدلس و المرسل الخفی رو ذکر میکنند، اما این خیلی یکم اختلاف بزرگی نیست، یکم اختلاف تشویش آور نیست. پس اکنون انشاءالله نظر میکنیم و این جدول رو من برای شما تیار کردم. این یک مثالی سند می باشد، اما به این برمیگردیم. اولا نظر کنیم به الحدیث المرسل. حدیث مرسل کدام رو گفته می شود؟ از جهت لغوی هو اسم مفعول من ارسل بمعنى اطلق، فكأن المرسل اطلق الاسناد ولم يقيده براو معروف. چی معنی دارد لغتا؟ این کلمه مرسل اسم مفعول هست از فعل ارسله، یعنی از باب افعال هست، ارسل يرسل ارسالا فهو مرسل.
و ارسل یرسل ارسالا فهو مرسل اسم مفعول هست که معنایش رها کردن یا آزاد کردن می باشد. یعنی راوی سند را آزاد گذاشته است و آن را به راوی معروف پیوند نکرده است. از جهت اصطلاحاً هو ما سقط من آخر اسناده من بعد التابعی. این اصطلاح به سند اشاره میکند که در آخر سند آن راوی پس از تابعی، یعنی راوی که بعد از تابعی هست، حذف شده است. پس در اینجا از همه مهم کدامش هست؟ معنای اصطلاحیش که من با الکی برای شما اشاره کرده بودم. خب حالا در همین مرسل متوجه باشید، ان شاء الله میایم به دیگرانش. پس مرسل آن حدیث رو گفته میشود از جهت لغوی، یعنی آن چیزی که رها کرده شده است. برای چی رها کرده شده است؟ برای آنکه پیش از آن که این به صحابی برسد رها کرده شده است، گویا که تابعی مستقیما از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت میکنند. یعنی آنقدر ربط نیست بین معنای لغوی و اصطلاحیش، اما بعضی وقت ربط رو یعنی ذکر میکنن، گویا همین خیلی ذکر میکنن که همین به آخر میرسد سند و باید که تابعی از صحابی روایت کند و بعداً صحابی از پیامبر صلی الله علیه و آله، اما تابعی مستقیما با پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث رو میبرد. خب یا اینکه گویا که رها میکند با پیامبر صلی الله علیه و آله میرسد اما از جهت صحابی نه. پس ان شاء الله من برای شما آسان کرده هم میفهمونم، اما یعنی با کلمه های آسان مرسل از جهت معنای اصطلاحیش کدام حدیث رو گفته میشود؟ حدیثی که بعد از تابعی شخص یعنی در آخر سند حذف شده باشد یا به دیگر تعریفی دقیق تر که دیگر علمای مصطلح و اصول الحدیث پیش میکنن، چی میگوین؟ وقتی که تابعی مستقیما از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت میکند، چنانی که الکی خودی امام ابن الملقن همین گونه یعنی تعریف پیش کرده است. وقتی که تابعی وقتی که بگوید قال رسول الله، گویا که چی میکنند؟ گویا که صحابی را حذف میکنند، نام صحابی را ذکر نمیکنند. اما مشکلاتی این حدیث در این نیست که نام صحابی ذکر نشده است، چون که من الکی به شما اشاره کردم که یکی از قاعده های علوم الحدیث همین است که الصحابه كلهم عدول، صحابه همشون کلشون البته عادل شماریده میشوند، عادل حساب میشوند. پس فرق نمیکند که اگر نام صحابی نباشد، چون که هر صحابی که باشد عادل حساب میشود. یعنی ما تحقیقات را در عصر صحابه یا اینکه در گروه صحابه پیش نمیبریم، تحقیقات راویان اسانید از عصر تابعین و کسانی که بعد از آن آمدن سر می شود. پس مشکلات حدیث مرسل این نیست که تابعی یک صحابی را حذف کرده است، نام صحابی را ذکر نکرده است، اما مشکلات در این هست که تابعی میتوانستک یا این احتمالی هست که تابعی میتوانستک که همین حدیث رو از یک تابعی دیگر شنیده باشد. این احتمال چون که وجود دارد و آن تابعی میتوانسته باشد که بعد از صحابی شنیده باشد. پس از این سبب هست که این حدیث چی می شود؟ یعنی با ما مشکلات پیدا می شود، نه برای آن که نام صحابی حذف شده است، بلکه برای این سببی که میتوانسته باشد که همین تابعی از یک تابعی دیگر شنیده باشد و چون که با ما معلوم نیست که آیا در اینجا یکم تابعی دیگر حذف شده است یا نه، و آن تابعی کی هست، آیا قوتدار هست، آیا عادل هست، آیا قوت حافظش پره هست، کامل هست یا خفیف هست و غیره. چون که این معلومات رو ما نداریم، از این سبب هست که محدثین، یعنی البته در حدیث مرسل اختلاف هست، من برای شما پیش میکنم، اما از این سبب هست که باید حدیث مرسل تحقیق کرده شود، باید دیده شود، باید نظر کرده شود. این به یگان تحقیقات قبول کردنش جایز نیست. خب پس نظر کنید یک مثالی رو من برای شما پیش میکنم. این البته به فکرم از بخاری گرفتم، از کتاب البیوع، کتاب بیوع تجارت، البته باب تحریم بیع الرطب بالتمر الا فی العرایا. البته در فقه این آنقدر توجه ندهید، فقط در سند و در یعنی همین مصطلح و همین اصطلاح شما توجه خود رو بدهید. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب إن هاس يكتوبي كبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة وحديث دوام دارد. یعنی که در اینجا سند رو نظر کنید به این رنگ من گذاشتم و من حدیث بیان کرد که میگوید
امام بخاری میگوید که به من حدیث بیان کرد محمد پسر رافع که گفت که به من حجین ابن المثنى حدیث بیان کرد و آن کس میگوید لیث به من حدیث رو بیان کرد و آن کس میگوید که از عقیل، آن کس از ابن شهاب زهری و آن کس از سعید بن المسیب یا مسیب، هر دوی ضبط یعنی درست هست اما مسیب بهتر هست. و ابن المسیب میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم از فروشی، مزابنه و محاقله منع کرد. من اینها رو ترجمه نکردم چون که اونقدر ضروری نیست در اینجا. البته که در اینجا هیچ ضرورت نیست که به بیع و فروش مزابنه و محاقله داخل شویم. این نوعی فروش می باشد در موردی فروش کردن یا فروختنی تمر، یعنی خرمای تر با خشک هست، اما ما در فقه این داخل نمیشیم. انشالله در کتاب بیوع که رسیدیم و در آنجا میخواند خب در فنی فقهتان. اما در اینجا مهم چیست که سعید بن المسیب از میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کرد، اما ما میدانیم که سعید بن المسیب تابعی هست، هیچگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم را ندیده است، نشنیده است. پس چطور سعید بن المسیب از پیامبر صلی الله علیه و سلم مستقیما روایت میکند؟ این را حدیث مرسل گفته می شود. دیدید که چخل در آخری سند چی است؟ عن سعید بن المسیب ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهى. پس این سعید بن المسیب چون که تابعی هست و از پیامبر صلی الله علیه و سلم مستقیما روایت میکند، این را حدیث مرسل گفته می شود. پس آیا ما این حدیث رو رد میکنیم چون که در چون که محدثین این رو ما تحت حدیث مردود ذکر کردند؟ البته که نه. در اینجا خیلی زیاد تفصیلات هست و من برای شما در یک درس قبلی اشاره کرده بودم که بین فقیهان و علمای اصول و محدثین مخصوصا در همین نوعی انقطاع، در همین نوعی حدیثی که از سبب سقط اسناد، یعنی چی است سقط اسناد دارد، در همین نوع اختلاف هست. یعنی که از همین 4 قسم مخصوصا در قسم مرسل اختلاف هست. برای چی؟ برای که در حدیث مرسل کسی که سقط شده هست یا میتواند که صحابی باشد یا تابعی، و چون که اینها در خیر القرون بودند، در بهترین صدی ها بودند، در بهترین عصرها بودند، بهترین اشخاص میباشند، از این سبب ما میتوانیم که علما میگویند که ما میتوانیم که در اینجا یک کمی یعنی سبک باشیم از جهت تحقیق، از جهت نقد میتوانیم که سبکتر بگیریم، چون که ما میدانیم که در اینجا یا صحابی سقط شده است یا تابعی و این صحابه و تابعین بهترین اشخاص بودند. البته این معنای آن را ندارد که تحقیقات بوده نمی شود، اما من برای شما همین قدر میگویم که یعنی در حدیث مرسل کمی سستر هستند، مخصوصا فقیهان زیادی حدیث های مرسله را قبول میکنند، چون که من گفته بودم که عملی فقیهان به چی ربط دارد؟ به استخراج کردن احکام. و اکثری یعنی خیلی زیاد حدیث های هست که یعنی از جهت قوت اونقدر قوی نیستند اما به درجه مقبول میرسند، به درجه قبول شده البته که میرسند و از این سبب آنها رو باید قبول کرد، چون که اگر قبول نکرد پس یگان دلیل شرعی نمیماند یا خیلی دلیل شرعی از بین میرود یا رد کرده میشود و ما احکام را از کجا استخراج کنیم. من یعنی این کاری فقیهان رو برای شما فهمونده بودم. مقایسه به کی؟ به کدام علما؟ به گروه محدثین کاری آنها فقط روایت کردن اسانید هست و بعضی وقت شرح دادن، تصحیح و تضعیف کردن. آنها یعنی احکام استخراج نمی کنند، نه اینکه نمی توانند کردن، البته که می کنند، اما کاری اولی آنها با سند و با تصحیح و تضعیف رابطه دارد، نه با استخراج کردن احکام. پس حکم مرسل چیست؟ قولهای علما درباره حدیث مرسل 3 قول هست. البته که این خیلی آسان کرده برای شما پیش میکنم، این هم حالا اونقدر ضرور نیست. در کتاب‌های بلند بعد این در بین این شرایط و این احکام خیلی اختلافات و تفصیلات هم هست که هیچ وقت یعنی به انتها نمیرسه. سبحان الله. از این سبب است که من خیلی اختصار کرده از همون کتاب تفسیر برای شما پیش میکنم. قول یکم این است که حدیث مرسل را و فقط در همین حدیث مرسل تفصیلات هست. در 3 بخش دیگر زیادی علما اتفاق میکنن که آنها رد کرده میشوند. خب البته این هنگام است که دیگر سند وجود نداشته باشد. اگر مثلا فرض کنید که برای همین متن اگر دیگر سندی وجود داشته باشد، البته که قبول کرده می شود یا همون سند را هم تحقیق کرده می شود و دیده می شود، سنجیده می شود. اگر حدیث آن سند درست باشد البته که این سند هم قبول کرده می شود، گرچه که بین پیامبر صلی الله علیه و سلم و تابعی یک نفر یعنی حذف شده است. برای چی؟
برای که اگر این سند رو ما قبول نکنیم یا وابسته به این سند اگر حکم رو قبول نکنیم وابسته به دیگر سند قبول میکنیم یا اینکه سند صحیح به ما اشاره میکند که این سند هم صحیح هست. خب پس قول یکم این است که حکم در مورد حکم مرسل ضعیف هست و رد شده. این قول اکثر محدثین می باشد، این چنین بسیاری از علمان اصول و فقیهان می باشد، ضعیف و رد شده. این را البته شیخ محمود طحان میگوید و خودش یعنی به بعضی قولها میل دارد، مایل هست. این معنای آن را ندارد که همه علما این گونه میبینند یا این گونه تحقیق یعنی ثمره تحقیق آنها به این نتیجه رسیدند، اما این گونه میگوید که دلیل آنها این است که راوی حذف شده نامعلوم هست و ممکن است که او صحابی نباشد. چنانکه که من برای شما فهموده بودم که از چه سبب گروه یکمی علما مرسل را رد میکنن یا از جمع حدیثی مردود حساب میکنن، از این سببی که من برای شما گفته بودم که همان شخصی که بین تابعی و پیامبر صلی الله علیه و سلم هست نامعلوم هست که کیست. اولا نقطه اول همین است که میتواند که یا صحابی باشد که اگر صحابی باشد خیر، اگر نباشد تابعی باشد ما باید که تابعی را بسنجیم، بدانیم، تحقیق پیش بریم که کی بود، حافظش از جهت عدالت و غیره و غیره. این نقطه اول هست. نقطه دوم این است که میتواند که از یک تابعی چندین تابعین باشد. کسی که حذف شده هست میتواند که صحابی باشد یا تابعی، اگر تابعی باشد میتواند که دو سه تابعی دیگر باشد. چون که وقتی که در آن عصر وقتی که حدیث روایت میشد یعنی تحمل و ادا میشد، چنانکه که من برای شما این دو کلمه را فهمونده بودم که تحمل و ادا چی را گفته میشود. وقتی که تحمل و ادا میشد البته فقط از کسی که در صدی بالا باشد، در طبقه بالا باشد همه وقت نمیگرفتن، از معاصرین هم که میگرفتن، یعنی همه وقت تابعین از صحابه کو روایت نمیکردن. بعضی وقت یک تابعی از دیگر تابعی یک حدیث را میشنید و همین خیلی 5 تابعی میتواند که از یک دیگر شنیده باشند. خب چون که بعضی تابعین با بعضی صحابه رضی الله عنهم ملاقات کرده بودند و بعضی ها نکرده بودند، پس این احتمال هم وجود دارد. اما این گروه یکم هست. گروه دوم قول آن علمای هست که حدیث مرسل را صحیح و قابل اعتبار میشماریدند. این قولی سه امام یعنی سه امام های فقیهان، ابو حنیفه، امام مالک و امام احمد رحمهم الله. البته قول امام احمد بر اساس قول مشهوری او، یعنی که دیگر قول هم داشت اما قول مشهور است همین هست که و گروه از دیگر علما این است که با شرط آن که راوی مرسل شخصی با اعتماد باشد و تنها از شخصانی با اعتماد روایت کنند، یعنی قبول کرده می شود. آسان تر کرده بگویم این است که فقیهان امام ابو حنیفه، امام مالک و امام احمد و حتی امام شافعی هم قبول میکند که قول سوم هست اما با شرایط، یعنی 4 فقیهان مذاهب احادیث مرسله را قبول میکنند، اما امام ابو حنیفه و امام مالک و امام احمد بر اساس قول مشهورش این میگویند که با یک شرط ما قبول میکنیم. و اون شرط چیست؟ که راوی که ارسال میکند یا مرسل اسم فاعل هست، یعنی که راوی که همین خیل چی میکند نامی صحابی را حذف میکند یا مستقیما از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت میکند، همین راوی را مرسل گفته میشود و حدیث را مرسل. خب همین شخص باید شخصی با اعتماد باشد از جهت عدالت و ضبط و ما بدانیم که از وقتی که دیگر حدیث ها رو که روایت میکنند و همون نام کسی را که حذف کرده باشد، وقتی که نام همون کس رو ذکر کند یا وقتی که پرسیده شود که در این رو کی رو حذف کردی، وقتی که با ما بگوید، چون که این خیلی شده است که بعضی آنها رو پرسیده شده است و آنها در جواب نام رو دادند، یعنی این عادت آنها این گونه باشد که تنها از شخصانی با اعتماد چی میکنن ارسال میکنن، فقط نام های شخصانی با اعتماد را حذف میکنن. یعنی عادت آنها این گونه باید نباشد که دیده و دانسته از شخصی ضعیف و از شخصی که با اعتماد نباشد روایت کنند و نام او را حذف کنند. این گونه باید نباشند. فقط تابعی باشد یا یعنی راوی باشد که فقط وقتی که میداند که این شخص البته که با اعتماد هست و بعدا نام او را حذف کند، مستقیما از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کند، این گونه یک راوی باشد. این درست هست. و همین امام سعید بن المسیب، همین تابعی، یکی از بهترین تابعین هست و البته که زیادی علما سعید بن المسیب را از همه یعنی از جهت عصر تابعین از همه تابعی بلند مرتبه شمار میکنند و این گونه یک موضوع هست در علوم الحدیث
که مراسیل سعید بن المسیب، یعنی حدیث های مرسلی سعید بن المسیب حکمی خاص دارن، آنها رو قبول میکنند علما، چون که سعید بن المسیب خودش هم راوی با اعتماد بود و فقط کسانی را یعنی و اگر یگان وقت نام کسی را حذف میکرد و مستقیما از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت میکرد، آن شخص همه وقت چی میبود؟ آن شخصی حذف شده همه وقت شخصی با اعتماد میبود. و دلیل این گروه دوم دلیل آنها این است که تابعی با اعتماد هیچگاه نمیگوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند مگر آنکه آن را از شخصی با اعتماد شنیده باشد. این چی معنا دارد؟ خب من با لفظهای آسان میفهمونم که برای چی این گروه دوم علما این گونه میگویند. از این سبب که آنها میگویند که وقتی که یک راوی با اعتماد یک نامی را حذف کند یا مستقیما این تابعی از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کند، این هیچگاه جرأت این را نمی داشته باشد که بگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند، مگر که عمیق بدانند که کسی را که حذف میکنند آن شخص با اعتماد هست. یک مثال عادی که من زیادی وقت به شاگردان میدهم این گونه هست که من مثلا میگویم که اگر یک شاگرد در مکتب باشد و بگویم که مدیر همان مدرسه و مکتب بیاید و شاگرد تیز دویده بیاید و بگوید که برو با استادت و با همدرسانت بگو که تیز از مکتب خارج شوند که در اینجا یعنی صنف در میگیرد، الاو هست در میگیرد، کسی الاو سر داده است، صنف در میگیرد، تیز خارج شوید برای امنیتتون. پس وقتی که این شاگرد دویده می بیاید به صنفش، چون که اعتماد دارد و باوری دارد به گپ مدیر، می تواند یا بگوید که مدیر به من گفت، یا می تواند دویده بیاید و بگوید که از صنف خارج شوید چون که صنف یا مکتب در گرفته است. یعنی چی میکنه؟ نامی همون مدیر رو می تواند که حذف کند چون که به گپ مدیر باوری دارد. اما مقایسه به چی؟ مقابل به چی؟ دقت کنید. اما اگر یک دوستی همان شاگرد، یک کسی که شوخ باشد، خب یک کسی که همه وقت مسخره و مذاق و شوخی کند، سمیه ما باشد مثلا، بیاید به همان شاگرد بگوید که رو به همصنفانت بگو که مکتب در گرفته است، تیز بیرون شوند. این شاگرد برای که شک دارد شاید بیاید و در صنف خود به استاد خود بگوید که من نمیدانم، اما همین شخص نامی همان کس را بگیرد و بگوید که همان شخص مثلا زید، عمر، فاطمه و من همین خبر گفت که مکتب در گرفته است و یعنی ما باید بیرون شویم. یعنی چون که شک دارد به گپ همان انسان، نامی او را البته که حذف نمی کند، برای که خودش نمی خواهد که زیری یگام خیل نقد یا زیر یگام خیل مشکلات گرفته شود و همین باری همین خبر را به همان شخص نسبت می دهد. پس اگر شما همین مثالی که من دادم اگر این را فهمیدین چطور به یعنی حکم مرسل مداخله دارد و ربط دارد، وقتی که یک راوی با اعتماد به مانند سعید بن المسیب وقتی که میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت، یعنی که البته که خودش از پیامبر صلی الله علیه و سلم نشنیده است، از یک کسی دیگر شنیده است، یا از صحابی یا از تابعی، اما این چون که این شخص امام سعید بن المسیب چون که باوری دارد به همان تابعی، البته که صحابی باشد جای باوری و ناباوری نیست، البته که قبول میکنیم، اما چون که به همان دوستش به همان شیخش که تابعی بود چون که 100% باوری دارد، از این سبب یگام خیلی ناراحت نمیشود که نامی او را حذف کند. این گونه علما میفهمونن. امیدوارم که مثال من را خوب فهمیدید، با مثال من خوبتر و روشن‌تر فهمیدید. گروه سوم علما چی میگویند؟ که مرسل قبول کرده میشود اما با شرایط، یعنی حدیث مرسل با اجرای شرط ها قبول کرده میشود، قابل قبول هست. این قول امام شافعی هست رحمه الله و برخی از اهل علم. شرط ها 4 تا اند. 3 شرط براوی مرسل وابستند و 1 شرط به خود حدیث مرسل. اما این 4 شرایط رو من برای شما پیش نمیکنم ان شاء الله در آینده. خب من فکر میکنم که گرچند که ما همه این 4 احادیث رو من برای شما پیش کرده بودم، اما ان شاء الله درس رو در همین جا میگذاریم، چون که اگر من نه این طرف میشود نه اون طرف، اگر من همش رو کنم شاید 2 ساعت شود، در همین جا بس کنم بهتر میشود ان شاء الله. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. پیش از آن که
رویم انشاءالله یک نقطه دیگر را پیش میکنم. این است سند. خب من این را انشاءالله روشن‌تر میفهمونم. اما این رو گفته میشود آغاز سند مثلا از طرف ما. خب امام بخاری سال 256 هجری از دنیا گذشته بود و آخر سند به همان پیامبر صلی الله علیه و سلم عموما میرسد. اگر قول صحابی باشد البته به صحابی به انتها میرسد، قول تابعی باشد به تابعی به انتها میرسد. خب پس شما از آغاز، از سرشوی سند، از اولی و آخری سند آگاه شوید. این رو من برای شما یک مثالی سند پیش کردم. خب این رو میگذاریم و تمام. این البته این یک حدیثی، یک سندی راستی است. من این رو از امام بخاری گرفتم. امام بخاری عموما بین خودش و بین پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 تا 5 اشخاص می باشد. بین امام بخاری و پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 تا 5 اشخاص می باشد، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 11 هجری از دنیا گذشت و امام بخاری سال 256 چون که من برای شما گفتم. همه این سالها تاریخ‌های وفات رو شما از یاد کنید. این خیلی یک سلاحی، یک قوت علمی برای شما میبخشد. من همه اینها رو یعنی از ذهنم میگویم که فوراً بدانید که کی در کجا هست از جهت تاریخ. و وقتی که شما بدانید که کی در کجا هست، خواهید فهمید که در اینجا آیا سقط شده هست یا نه، این کس با این کس ملاقات کرده است یا نه. پس آغاز سند از طرف ما می باشد. مثلا استاد من سند دارد به ابن حجر اسقلانی و ابن حجر اسقلانی به امام بخاری سند دارد، یعنی سند ما با شیخ ولی الله می رود که یکی از عالمان معاصری البته از وفات کرده است اما هندوستان می باشد. این خیلی سند داریم ما به امام بخاری رحمه الله. اما البته بین خودم و تا امام بخاری به فکرم 17 تا نفر هست و از امام بخاری البته تا پیامبر صلی الله علیه و سلم اکثریت احادیث بین آنها چی است؟ 4 تا 5 نفر. از همه کم حدیث های طولتیت امام بخاری می باشد که بین امام بخاری و پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 اشخاص می باشند. و از همه سند درازی که امام بخاری دارند یک سندی می باشد در صحیح بخاری که توسعی گفته می شود، یعنی که سندی که در آن 9 نفر باشد. سندی که در آن 9 نفر باشد بین امام بخاری و پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس در اینجا اگر من این را همچون تصویر برای شما کشیدم، این است آغاز سند امام بخاری. بعد امام بخاری از اسماعیل شنیده است، اسماعیل از برادرش میگوید اخی و آن برادرش از اسماعیل یک کسی دیگر. من پورا نام ها را ننویسم چون که مقصد در اینجا نام های آنها نیست. و سلیمان از محمد از ابن شهاب از عروه از ام حبیبه از صحابیه رضی الله عنها. و این ام حبیبه البته بنت ابی سفیان، این صحابیه از زینب بنت ابی سلمه و زینب رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم. 9 اشخاص است در اینجا. پس وقتی که در آخر سند، این را آخر سند گفته می شود، وقتی که نام صحابی حذف شود یا فرض کنیم که تابعی مستقیما از پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که روایت میکنند، یعنی که گویا نام صحابی حذف می شود و می تواند احتمالی هست که دیگر تابعین هم حذف شده باشند، این را حدیث مرسل گفته می شود. و با واسطه همین خریطه من دیگراش هم انشالله در درس‌های آینده میفهمونم. پس در اینجا نوشتم از جهت تعریف که وقتی که صحابی حذف می شود یا دقیق ترش هنگامی که تابعی به واسطه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند یا مستقیما از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند. خب پس در همینجا انشالله میگذاریم.